سلام گلم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من امیرم و چنل تریدی ولف چنل خودتون خیلی خوش اومدید. چنل ما در زمینه کسب درآمدهای دلاری است. اگه به این ویدیو علاقه دارید خوشحال میشم که چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو رول قرار بدیم و اگر هم دوست داشتید این ویدیو رو لایک و شیر کنید. خب دوستان، بازم براتون یه ویدیو جدیدتون آوردم که یه ربات تلگرام هستش که لینکش در دیسکریپشن هستش و بابت جیمیل دادن و جیمیل ساختن به ما درآمد میده و بابت هر جیمیل حدود 5 سنت. بله خب بهتونم کامل یاد میدم. من اثبات پرداختی هم بهتون نشون میدم، برداشت میکنم و اینکه یکم سرما خوردم و بابت استعدادم خیلی عذرخواهی میکنم و اگه دوست داشتید در این ربات هم کار کنین خب بریم سراغ آموزش که لینکش در دیسکریپشن ویدیو قرار داره. خب دوستان، روی گزینه استارت کلیک میکنیم. حالا من اینو بیارم و استارت. بعد از استارت زدن اینجا میگه که 6 تا بخش داره که با یک کد اگه کلیک کنید تمام جیمیل هایی که ساختید و اینجا رو بنویسه، اینجا تاریخ و گریت اینا رو بنویسه و اینجا بنویسه که اکسپت شده یا نه. حالا ببینید مال من تایید شده و سبز رنگه. بعد دو تا بهش جیمیل دادم و ببینید اینجا بالا رو نشون میده. ببینید 11 ست در آوردم. حالا بهتونم یاد میدم. یا دو تا جیمیل ساختم 11 ست در آوردم و اینجا با یکات که بهتون نشون دادم و بتونم اثبات پرداختی بهتون نشون میدم. شما برای رفرال گیری هم با رفرال رو کلیک کنید. اینجا چیزی مجموعه ها رو نشون میده. اینجا هم لینک رفرال گیری. این لینک رفرال گیری برای اینجا گفته که بابت هر زیر مجموعه بهتون اینقدر حدود 7,000 دلار به ما میده که ما نمیخوایم که بیشتر روی رفرال گیری کار کنیم. ما میخوایم روی جیمیل ساختن اینا کار کنیم و اگه امکانش بود در ویدیو بعدی آموزش ساخت ولت پیر رو با ولت پیر و کیوی میشه برداشت کرد. آموزش نامحدود ساختن جیمیل هم باید بهتون یاد بدم در ویدیوهای آینده. حالا خواستم یه ربات معرفی کنم بهتون که جیمیل بهتون درآمد بده. حالا با این رفرال که و اینکه گفته که اگه بیاد و یه دونه کار انجام بده و یه دونه جیمیل به شما بده 7,000 رو به حساب شما واریز میکنه. خب بخش بعدی بخش هلپ کمک هستش. اگه مشکل داشتی اینا باید اینجا رو کلیک کنیم. ببینید اگه تکنیکال ساپورت کلیک کنیم وارد ادمین میشه. اگه مشکل داشتیم در برداشت اینا باید به ادمین پیام بدیم از این بخش. خب اینجا اگه پیاتس رو کلیک کنی وارد کانال واریزیش میشه که ببینید چقدر روزانه برداشت میکنن. همین نداره انگار. خب ببینید حتی ایرانی هم دارن کار میکنن. ببینید این آیدی برداشت کننده است. این آیدی عددیشه و 44 سنت هم برداشت کرده. بعد رفرالی رو هم کامل توضیح میده. اگه اولش رو کلیک کنیم اینجا میگه که تا 5 روز ممکنه زمان ببره. اینو بهتون نگفتم. وقتی جیمیل رو به این ربات میدید تا 5 روز ممکنه ربات تایید نکنه که بهتونم یاد میدم. خب خودش به شما جیمیل میده. خب حالا بریم بخش بعدی. اینجا بالانس رو اگه کلیک کنیم موجودی به ما رو نشون میده. اگه بالانس یعنی چقدر تا به الان نه اینجا بالانس یعنی تمام پولی که در آوردید و الان هستش و برداشت نکردید به یک دور نشون میده. و هولدم چون الان صفره. من الان اگه اکانتی رو به این ربات بدم در حالت بلوک باگی میده. چرا؟ چون تایید نکردم و ممکنه تا 5 روز بیاد. حالا مال من به این دادم دیروز دادم و امروز تایید کردن. حالا وقت میذارم
بخش سیتی از اینجا میتونم لنگویج رو بذارم و اینو بگم که این ربات به صورت روبل و دلار کار میکنه و اگه اینو کلیک کنم به صورت روسی در بیاد و بابت به هر جیمیل حدود 2.5 رو به ما میده. حالا انگلیسی راحت تری از اینجا میتونم تمام نوتیفیکیشن رو هم گرفت کنم. حالا بریم سراغ بخش اصلی. رجستر نیو جیمیل اگه کلیک کنم ببینید به من گفته که بابت انجام دادن این کار به من 5.5 سنت میده و باید ایمیل رو این بذارم و پسورد این و باید پسورد رو ببینید و باید حتما پسوردم اون باشه وگرنه پرداخت نمیشه. حالا روی گزینه کلیک کنید خودش اتوماتیک کپی میشه و باید بریم بخش جیمیل در گوشی خودمون. خب بعد از اون بعد از رفتن به جیمیل باید اینجا روی گزینه پروفایل کلیک کنیم. خب ببینید من بعد از کلیک کردن رو پروفایل باید روی گزینه اد انادر اکانت کلیک کنید. بعد اینجا باید روی گزینه گوگل و در بخش بعدی هم باید رمز گوشی خودتون رو بدید که پین. حالا من اثر انگشت رو انتخاب میکنم. و وارد همچین بخشی میشیم برای گزینه create account برای گزینه for myself و اینجا باید یه فرست وارد کنم که فیک همینطور باشه و یه چیزی مثلا علی مثلا محمد. بعد روی گزینه next اینجا هم باید از 2000 به پایین انتخاب کنم که دلخواه جولای میل و روی گزینه next. بعد اینجا باید اون اسمی که کپی کردیم اینجا پیست کنیم که اونجا بهتون دادم و روی گزینه next کلیک کنیم و اینجا باید پسورد بریم از ربات بگیریم بعد دوباره بیایم. خب اینجا باید اینو کپی کنیم. ببینید اینو باید کپی کنیم روش بذاریم اتوماتیک کپی میشه. بعد اینجا پیست میکنیم روی گزینه next کلیک کنیم و باید اینجا روی گزینه اسکیپ کلیک کنیم. ببینید چون اگه کلیک نکنیم اگه یه زمانی برای شما بالا نیاورد چون که بعد از روز 5 تا ساختن این جیمیل گیر میده و اسکیپ نمیاره. اگه براتون آورد باید موبایل بذارید و کد تایید رو بذارید. بعد از اون باید روی گزینه دیلیت کلیک کنید دیلیت فون اینجا در این بخش میاره چون که اگه با شماره موبایل وارد بشید ربات براتون پول رو نمیده و ببینیم اگه اینو ساخته بعد از اون وارد ربات میشیم و بهتون میگه که باید چی میگن شماره موبایل حذف کنید و غیره. حالا روی گزینه اسکیپ میذارم و میگه که اینه بله روی گزینه next پایین تر میام و روی گزینه I agree و تمام میشه و جیمیل ساخته میشه. اگه از برنامه بیرون بیاد خب بله حالا وارد چی میگن بهش حالا وارد ربات تلگرامی میشیم. بعد از وارد شدن اینجا میگه که تمام کردی گزینه داد کنم. بعد اینجا میگه که مطمئن هستی که فون رو دیلیت کردی من که با فون وارد نشدم و روی گزینه آی کانفرم دت کلیک کنی و باید اینجا میگه که جیمیل رو آیا از گوشی رو حذف کردید یا نه. حالا من حذف کردم. میگه که مطمئن هستی که لاگات کردید از گوشیتون. اگر شما بلد نیستید که چطوری حذف کنید روی گزینه هاو دید کلیک کنید و اینو دانلود میکنید و وارد بخش تنظیمات میشید. حالا من حذف کردم و روی گزینه آی لاگات آف اکانت کلیک کنید و میگه که اکانت ارسال شده واسه ادمینا و
و تا 5 روز ممکنه طول بکشه و 5 ست به بخش هولد انتقال داشت. حالا بریم روی گزینه بالاست اگه کلیک کنم ببینید بلوک است 5 ست. خب بخش دیگه که بهتون یاد بدم چیز خاصی دیگه نداره. بخش بالانس شما برای برداشت پول گزینه بالانس بعد پی آوت اینجا بگه که با کدوم میخوای برداشت کنی که ما میتونیم با کیویو پیر برداشت کنیم و با چیز دیگه کاری نداریم. من با پیر میخوام برداشت کنم و اینجا بگه که لطفا ولت نامبر رو تو برام ارسال کن که من الان حفظم. اینطوریه دیگه. گفته که امانت وارد کن. من الان حدود 11 سنت دارم. حالا گفته که ببینید درخواست ثبت شد و موفقیت آمیز بود. حالا من صبر میکنم تا بیاد تا منم به شما نشون بدم 11 سنت. خب قبل از واریز بهتون نشون بدم که چقدر بالانس دارم. حالا 1 سنت دارم که 0 الان و اینقدر بالانس برای گزینه USD کلیک کنم. اینجا بالانس من 0. حالا بعد از واریز بتونم نشون میدم که اسمت پرداختی هست. حالا اینا ببینید یا آدرس پیرمه که اونجا بهتون نشون دادم و وارد کردم. اگه واریز کنه بهتون نشون. خب دوستان به بالانس منم اضافه شد و اینجا 11 سنت رو نوشت. ببینید این گزینه کلیک کنم اینجا 11 سنت به من انتقال داده شده از این بات. کلیک کنید و اینم آدرس پیری که من ارسال کردن و اینجا 11 سنت. خب امیدوارم از دوستم لذت برده باشید. تا این ویدیو آموزشی دیگه نگهدار.